اگه به برند سامسونگ علاقه داشته باشین و دنبال خرید گوشی میان رده باشین، امکان نداره اسم سامسونگ گلکسی A54 سامسونگ گلکسی A34 رو نشنیده باشین. که خب شاید براتون سوال باشه انتخاب کدوم بهتره. با توجه به اینکه الان که من دارم این ویدیو رو میگیرم یعنی 20 شهریور A54 حدوداً 2 میلیون گرون‌تر. بریم یه مقایسه سریع داشته باشیم این دو تا رو با هم. توی سال قبل تفاوت سری‌های 30 سامسونگ با سری‌های 50 یه ذره زیاد بود و شبیه هم نبودن زیاد، اما این فاصله الان خیلی کمتر شده. اگر لحاظ قیافه ظاهری گوشی بخوایم صحبت کنیم، A54 پشت شیشه‌ای اما اون طرف A34 پلاستیکیه. A34 یه ذره سبک‌تره، هر دوتاشون گواهی IP67 رو دارن. نسبت صفحه نمایش به بدن A34 هم یه ذره بیشتره. A34 صفحه نمایشش 2 اینچ از A54 بزرگتر هم هست، اما خب روشنایی صفحه یکسانی دارن. A54 HDR10 پلاس پشتیبانی میکنه. صفحه نمایش هر دو تاشون 120 هرتزه که A54 وقتی ازش استفاده نکنیم برای سیو باتری میره روی 60 هرتز. از لحاظ صدا و اسپیکر هم تفاوتی تقریبا ندارن. چیپست A34 یک ذره ضعیف‌تر از A54. روی A34 دیمنسیتی 1080 رو داریم، این طرف روی A54 اکسینوس 1380 که پرفورمنس CPU و GPUش یه ذره بهتره، اما خب بازم هیچ کدوم مخصوص گیم و اینا نیستن. باتریای جفتشون 5000 میلی آمپر ساعتیه که هر دو تا هم نگهداری شارژ خوبی دارن. A34 حدوداً 13 ساعت نگهداری شارژش بیشتره. هیچ کدوم از گوشی‌ها توی جعبه‌شون شارژر ندارن، اما هر دوتاشون 25 وات قدرت شارژ رو ساپورت میکنن که بازم زیاد نیست. A54 یه ذره سریع‌تر شارژ میشه، مثلا توی نیم ساعت از 0 تا 56% شارژ میشه، در حالی که توی این مدت A34 51% شارژ میشه. ستاپ کامراهاشون هم یکیه، فقط دوربین مین و اولترا واید A54 یه ذره فرق داره با A34. توی روز هر دوتاشون عکسای خوبی میگیرن، اما اگه قرار بود انتخاب کنیم A54 یه ذره عکساش بهتره. هیچ کدوم از گوشی‌ها عکسای خیلی خفنی نمیگیرن تو شب، اما نسبت به هم دیگه بازم A54 عکساش یه ذره واقعی‌تر و بهتره. کیفیت ویدیوهاشون هم خیلی نزدیک به همه باز. هر دوتاشون 4K 30 فریم فیلم میگیره. A54 دوربین سلفیش 32 مگاپیکسله، اما این طرف A34 دوربین سلفیش 13 مگاپیکسله که خب بازم کیفیت عکس‌ها با هم اونقدر فرق نمی‌کنه. هر دو تا گوشی دوربین سلفیشون 4K 30 فریم فیلم میگیره. صحبت خاص دیگه ای نمیمونه به جز یه سری دیگه از تفاوت جزئی مثل وزن یک ذره کمتر A34 یا مثلا اون طرف کوچیک‌تر بودن A54 از لحاظ طولی و عرضی. به نسبت تفاوت قیمتی که دارن شاید بشه گفت برای یک کاربر عادی A34 انتخاب خوبیه و تفاوت آنچنانی احساس نمی‌کنه با A54. اگه جمع‌بندی بخوایم بکنیم، A54 چیپستش یه ذره قوی‌تره، عکسای بهتری میگیره، سرعت شارژش هم بیشتره. HDR10 پلاس هم داره. اون ناچ اون بالاش هم یه ذره بروزتره. اگه تو تصویر ببینین نسبت به A34 یه ذره طراحی قدیمی تری انگار داره. A34 صفحه نمایشش بزرگتره، نگهداری باتری بهتری داره، قیمت مناسب تری هم داره. اگه بودجه‌شو دارین A54 برید، اما اگر ندارین بودجه‌شو اینجوری نیست که چیزی رو از دست میدین با گرفتن A34، چون تجربه خیلی متفاوتی نخواهید داشت با گرفتن A54. حالا باز انتخاب شما کدومه؟ به نظرتون میارزه که 2 الی 3 تومن بیشتر هزینه کنیم برای انقدر تفاوت؟ مرسی که در اینجا ویدیو همراهمون بودین. اگر ویدیو براتون مفید بود لایک، شیر، کامنت، سابسکرایب خیلی بهمون کمک. تا ویدیو بعدی بدرود.